در تئاتر خوجا کمال خوجندی شهر خوجند بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی دور شهری فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادات خلق اندلیب 2021 برگزار گردید. در فستیوال آزمون از روی 12 شرط از قبیل نمایش هنرهای مردمی، سرود همسرایان، اکاپلا، بسازی موسیقی، نمایش لباسهای ملی با علاوه نمگونی‌های امروزه و غیره در مجموع برنامه هنری دستای هوسکاران شهر خوجند به معرض تماشا گذاشته شد. در دوره شهری فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی اندلیب 2021 نزدیک 200 نفر اشتراکچیان اشتراک کرده ایستادند و من باوری دارم که ما تمام کوشش را با اون خرج نمودیم که ما بعد از یعنی که غالبیت در دور ولایتی فستیوال آزمون و همچنین در دور جمهوری نیز کوشش کرده ایستادیم که اشتراک کنیم، شهر باستانی خوجند را معرفی نماییم. هیئت حکمان بعد تحلیل و بررسی برای هر یک نمونه بهای خود را گذاشتند. همینطور در مجموع دسته هوسکاران شهر خوجند در دور شهری فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادات خلق اندلیب 2021 128 خال را به دست آوردند که مهارت خود را در دور جمهوری میسنجند. انتظار می رود که این دور نهایی آزمون ماه اوگوست سال روان صورت گیرد. من در این آزمون در نامیناسیای وکال اشتراک کردم. آهنگی عبدالرحمن توشماتو بود، شعر استاد آذرخش بود. مقصد از انتخاب کردن همین اثر امسال 30 سالگی استقلالیت است. برای همین سرودی صاحب استقلال انتخاب کردیم و برای انتخاب کردن این اثر برای من معلم عسکر و یگان ارزمان اون یاردم کردن و طولی 2 هفته بود که ما همین اثر تیار کردیم و برای صحنه برآوردیم. ضمن چهاربینی تاکید گردید که هدف از برگزاری فستیوال آزمون نمایش دادن دستاوردهای هنری و فرهنگی 30 سالی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و هنرهای مردمی بوده. بهر در سطح بلند تشکیل ایجادی برگزار گردیدن آن باید تمام مؤسسه و تشکیلات، اداره و کارخانه ها اینچنین اشخاص الهیده سهم گذارند. من سرود جانانه را اجرا نمودم. شعر احمد جامی می باشد و آهنگ میخائیل طالماسیف استادم عبدالرحیم شرمتف می باشند. من طولی 1 ماه می باشد که این سرود را به من استادم آموزنده ایستادند و من این را اجرا نمودم. مقصد و محور اساسی فستیوال آزمون بازم افزون نمودن مهر و محبت نسبت به وطن، انعکاس روحی خویشتن‌شناسی، وطنداری، افتخار ملی، فیض و برکت استقلالیت، ترغیب ارزش‌ها و میراث پرغناوت فرهنگ ملی، ترغیب هنرهای مردمی، وحدت و یگانگی و دوستی خلق‌های سرزمینی تاجیکستان میباشد. سپس تحفه‌های رئیس شهر خوجند به مسئولین و اشتراکچیان فعال فستیوال آزمون تقدیم کرده شد.